لعنت الله علی الکاذبین. آن کسی که مانع گسترش اسلام شد ابوبکر و عمر بود. خداوند متعال به حبیب خود چی وعده داده؟ خداوند متعال هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خداوند متعال حبیب خود را با دین حق و با هدایت فرستاده که این دین بر تمام ادیان دیگر غالب بیاد. امروز اسلام غالب آورده، 1400 سال گذشته. اشکال در رسالت پیغمبره، اشکال در قرآن کریمه، اشکال در چیه که امروز مسلمان ها ضعیفن، ذلیلا، خارن، حقیرن. شما میگه اسلام را گسترش داده. جناب آخوند، اشکال نه در رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است و نه در قرآن کریم، بلکه در کج‌فهمی شما آخوندان است. آیا شما حقایق تاریخی که به مانند آفتاب روشن است و اینکه سرزمین‌های گسترده فارس و روم و مصر در زمان خلافت ابوبکر و عمر رضی الله عنهما فتح گردید و مردم آن سرزمین‌ها به دین اسلام مشرف شدند را انکار می‌کنید؟ آیا شما در وعده و مژده الله متعال که در این آیه به مسلمان‌ها داده است شک دارید؟ آیا الله متعال نعوذ بالله به دروغ به حبیب خود چنین وعده‌ای را داده بود که تا به امروز به زعم شما تحقق نیافته است؟ بلکه حقیقت این است که بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در زمان خلافت ابوبکر و عمر رضی الله عنهما صحابه کرام رضوان الله علیهم این دعوت محمدی را به گوشه و کنار زمین رساندند و سرزمین‌های پهناور فارس و روم و مصر و آفریقا را فتح نموده و مردم آن سرزمین‌ها را مشرف به دین اسلام گرداندند. آری، مرزهای اسلامی از چین در شرق و اندلس در غرب و اسپانیای امروزی فراتر رفت و مسلمانان قدرت اول دنیا به حساب می آمدند. اسلام بر دیگر ادیان غالب گردید و پیروان ادیان مختلف به مسلمین جزیه می پرداختند تا آنکه سایه شوم رافضه‌گری و تشیع بر امت اسلامی سایه انداخت. به قدرت رسیدن رافضیان و قتل و کشتار مسلمانان و اجبار آنان به پذیرش مذهب رفض در گوشه‌هایی از قلمرو اسلامی از یک سو و ترویج خرافات و باورهای پوچ و نادرست از سوی دیگر سبب ضعف و چند دستگی امت اسلامی گردید. پدر دین رافضی ابن سبع یهودی تخم نفاق را در بین مسلمانان کاشته بود و با اهداف باطل و شوم خویش در از بین بردن اسلام و مسلمین نطفه خبیثه‌ای را از خود به جای گذاشته بود که با ترویج بدعتها و خرافات در بین مسلمانان جز ضعف قوت مسلمانها هدف دیگری نداشت. بینندگان محترم، در این نقشه مناطقی که در زمان خلافت ابوبکر و عمر رضی الله عنهما فتح گردیده و به حوزه اسلام داخل شده را مشاهده نمایید تا دروغ و افترای این آخوند کینه‌توز آشکار گردد.